سلام، خسته باشید. حالتون خوبه؟ برگشتی با دیسپک گادپوری و اینکه گفتم 3 ساعت بعدش دیسپک داد. بعدم دارم میگم من رپ ریاکشن نیستم، من فقط چون دیسا رو دوست دارم اونا رو میام ریاکشن میرم. امیدوارم خوشتون بیاد و اینکه لطفا کپی رایت نزنید و اینکه سابسکرایب کنید. خیلی دمتون گرم، واقعا مشتی هستی، پرطرفدار. دمتون گرم. قبل از هر چیزی اول باید پوری آشغال نو میکس همینجوری یعنی داده نو میکس که چیز خاصی هم ننوشته دیگه در موردشون، اینکه بیت و این چیزا هیچی ننوشته. نو میکس داده آپیکال های تمام شد. خب پروفایل رو میبینیم که کاغذ مچاله شده، عکس فدایی که عکس اون آلبومشه، مچاله کردن انداختن تو سطل آشغاله. اسم موزیک هم آشغاله دیگه. خب بریم. 4 دقیقه است، 4 دقیقه 24 ثانیه. اونم موزیکش 4 دقیقه بود ولی 4 دقیقه و چند 3 ثانیه. اوه زیاد زیاد حاجی، به چخ نریم کپی رایت بخوره، به چخ بریم. 10 ثانیه 11 ثانیه که گذاشته هنوز اتفاقی نیفتاده. بریم دیگه. اومد بزنم رو 16. این هم انگار باید زیاد پاس بخوره چون دیسپک دیداش این دیگه زیاد باید پاس بخوره دیگه. نگو چرا اینقدر پاس میزنی فلان اینا دیگه. خود اگه میخوای برو لینکشو میذارم، برو از چنل خود آرتیست گوش کن، نه بدون پاز نه چیزی. واو اینجا زمین بازیمه، جا رجز از شط خونیت می چی؟ اینجا زمین بازیمه، باید گوشی زنگ میخوره. گوشی زنگ میخوره، نمیدونم مال کی بود. آره خب بری آقا، وسط ریاکت چی دارم میکنم. کجا بودیم؟ جا رجز از شط خون. واو اینجا زمین بازیمه، جا رجز اینجا زمین بازیه اینجا زمین بازیه از شط خونیت میریزه جسد رو زمین، با جونت خطر میکنی. به تو نزدیکتر از حتی رگ گردنتونیم، یه تن خودتو خردنگتونو کردم تو گونی. اینجا یه داره فدایی میزنه، چیزو نمیزنه، شاپور رو نمیزنه، میگه یه تنه زدمتون، خدنگاتم کردم تو گونی، چیز شاپور رو میگه. نمیاد بک نمیدید یا بیا بک بیا خودت بیا تو داستان دیگه، خودت بیا تو داستان دیگه. چرا دن سرویس فدایی نمیاد دیگه، خودش باید بیاد دیگه. میگن اسم من میاد میکنن همه وصیت، اگه ندیدیم اون تن نداری چشه بصیرت اسم من میاد همه میکنم وصیت. حالا دیگه هاچی تاپ نسل 4 دیگه. دازن موچ تو میبرم بولگاری تو قنیمت، عمر دست خداست گادپوری وسیله است. اسرائیلی داشت میگه عمر دست خداست گادپوری وسیله است. یاد چیز افتادم، چی پراید میگفت عمر دست خداست پراید وسیله. ایرونی 3 تا خط رو صورتت میاد بشی ایرونی هم که مارک لباسش 3 تا خط داره دیگه. حجامت جوب آب و پر میکنه خونه رگ کشالت، شربت شهادت تو هرد میکشی با خجالت. شربت شهادت رو خورد میکشی با خجالت. تو یه فریستایل داشت با قبل یه سال پیش بود بیفش با شاپور که میگفت میریزم تو حلقتون شربت شهادت. کشی با خجالت به ماشه نرسیده میفته انگشت اشارت، بیا صافش کنی مگه هنو کج دوزارید، یا صافش کن اگر کج دوزارید. دوزاری چی؟ به جا پوک پخش کل پوکتتون رو موزاییک. چی؟ به جا پوک پخش کل پوکتتون رو موزاییک، یه جوری سم کردی انگار دنبال پرپوزالی، جیب خالی پوزالی یه دقیقه شد.
آره نمیشه که داشت یاد بگیر روش یا یارو بگیر روش یه دیس تمام به یه تیکه نندازی. من بعدم میاد یارو تیکه میدازم مثل بچه آدم دیسشو بده تمام شه بره دیگه. چی آخه بزن بره بابا. سکی میمالونه تو خونه جوونا تیلیته افتخارت بیلیته هوکم رو بینیته گفتم این بالا فدایی میگه افتخارت بلیته هوکم رو بینیته. پوری با سکونت کلیده چی میگه ایشا پور رپره یا جیمیته تو شیری ماهو جیمیته. اون موقع هم که شاپور نبود هیچ کس بود تو ملتفت اگه یکی مثلا با هیچ کس حرف میزد فدایی میومد جواب میداد. بعد میگفتن که مثلا فدایی اون موقع مثلا به هیچ کس میگفتن مثلا فدایی چیزته. الان برعکس شده میگه شاپور جیمیته. تو چرا اما ترسیدی پوست تو میکنم مثل نون بستنی حسیری ترتمیز پوست تو میکنم مثل بستنی نون حسیری. دیدید که بستنی نون حسیری خیلی راحت میشه کند راحت وا میشه قشنگ. بستنی راحت میکشی باز میشه. باید تو آبجوش بخوابونی داشت پوستش راحت کندشه. مینی دست تو سر کلاخ پر میدم اسیری بگو به هم خونت الان یه تماس تصویری بگیره کی میگه تکس تو دوا مثل بمب لوله ای عجب احساس میکنم لهجه شاپور اومده چی بگیره چون شاپور تو اونجا میگفت چی خدایا یه تیکه آخر گفت چی گفت یادم نمیاد. میدم بنز تو هوا بی هوا بالا سر تیم یه شب تو خفا نیاز به خفه کنی رو سرت متکا صدا مقل بگیر خفه کن اینو فکر کنم پدر میگفت بیام بالا سرت با خفه کن میاد چه چیزی میگفتم میگه خفه کن لازم نیست بالش میذارم رو صورتت. لانه مدل مو تیفوسی گفتم سیاسی که ساده میکنید کیرگوزی آتیشت زیاد شه تو آتیش خودت میسوزی با قبلا گفته دیگه داشت واسه میکنی چیز گوزی پول خونه مردم میشینی تو لیموزین آره تو آلبومش میگفت میام با لیموزین نمیدونم پکمون نمیدم دم در نمیدونم به یارو میگفت چشات قشنگ تنت خوشگل‌تر از شهر وگاس هم چیزی میگفت میام با لیموزین آشغال به ما سر بزن دنبال تیم در به در آشغال به ما سر بزن آدرسا حتی دم در آشغال به ما سر بزن هیکل و گنده او کجا داریم داشت کپی رایت میخوریم به چوخ سگ میریم. آشغال به من سر بزن یه دسته بذار متن ننوشته نمایش کمتر نه متن ننوشته کامنت هنیدن جانم به نظر شبا که ما میخوابیم گاد بودی بیداره ولی کل خر ما ایرانیم به ما سر بزن نه قبه کردی عبس درد سر اوه شی خوش مادر که من تکرار نمی کنم ولی خب فوش داد راست میگه داشت تیکه نندازی یا بیا سریع دیس بده تموم شه بره یا تو میزنی یا اون میزنه. تا حالا 8 صبح دیس ترک گوش نکرده بودم تا که روزم ساخت. اونم دقیقا بعد تعطیلات عید درست آشغال به ما سر بزن دنبال تیم در به در آشغال به ما سر بزن دنبال تیم در به در آشغال به ما سر بزن آدرسا حتی دم در آشغال به ما سر بزن هیکل و گنده نی ولی کل خر آره راست میگی به هیکل نی واقعا به هیکل نی. آدم دیدم اینقدر بود آجی یه جور دعوا میکرده پشمات میریخت یزید تا اومدم بفهم شاپور فدای چه تیکه های انداختن دیسپلی زد گلد دیس نمیشه شما همین کفر گاد دیس نمیشه ریاکشن به این بیف جذاب همین الان از ایران چی داشت میگفتی این هم چند تا ویو خورده 66,000 تا ویو خورده. آشغال به ما سر بزن فیلمت میاد بدون پرده سبز وقتی شبونه گو
میاد با پرده سبز. درست هست زدم بدون پرده سبز. من گفتم با پرده سبز. برد بزنه به آقلت نداره یه سگ پاسبون اثر نمی آره دیگه داشت گرگ بزنه دیگه سگ کاری نمیتونه بکنه دیگه. سگ نهایتا یه طرف بشینه. آمین آسمون خبر با چت زیر بارون تگرگی نه با چت زیر آسمون تگرگی. تگر سوراخ میکنه دیگه داشت و اونم بستگی به تگرگش داره. ریز ببار یا کلو اینقدری بباره دیگه. زندگی آسونه نمرد نترس ما اومدیم از دل خطر حتی عجلم و گوش داده مؤذن محل اوه یا تا عجلم یه دیسپک داشت به اسم عجل میگه حتی اون مؤذن که از اون میخوره تو مسجد اونم گوش داده. جدی؟ خوابونم دمر قمر در اقرب اوزات از این بیفه میری بچه به بقل ولی دیگه نواز شروع میکردی داشت. اصلا اون سری هم چاپور اومد تیکه انداخت که دیس بازش شد بگه نه اصلا پوری اصلا کاری نداشت با اونا. یا اومد دیسپک داد دیگه پوری هم گرفتش. گاد پوری قوی گاد پوری سریع هم دست خداست. گاد پوری وسیله است. آروم باشه یه دقیقه است اومده خورما حلوا به همه میرسه. کامنت ها رو من از شوب دسته یه تبر کردی ناکار رفیق تو لاکار دادی سر چی تو باز اینم که هیچ حسه میگه دادی لاکار. داریش تبکارم البته هستونو نمیدونم شاید دونم میگه زار آدم فروشا اسمت رو پلاکارد داشت آدم فروشه من بابا تو دیگه تش بخونی دشت به جای رجز اگه شیطونم باشی میکنمت خدا پرست. فدایی تو موزیکش میگفت من شیطانم. بعد چیز اومد میگفت ما بشیم پاشو میدیم به شیطان. خود شاپور میگفت الان میگه اگه تو شیطونی من خدا پرستت میکنم. در اصلا شیطان خودش خدا رو میپرسته ولی خب تو رقابت هم دیگه با هم دیگه. من هم شیطان آجی لوسی. ازت میگیرم نفس تیغو میکشم رو انگار پوست نون توسته و رو لب چاقوم کرست. اینو میدونی من اینو قبلا یه جا شنیده بودم. چاقوم کرست مثل کشاورزی که بذار میگه که و رو لب چاقوم کرست میگه وای نفس تیغو میکشم رو انگار پوست نون توسته و رو یه تیغو میکشم روت انگار پوست نون توسته و رو لب چاقوم کرست رو لب چاقوم کرست. یعنی منظورش یه خطیت میکنم. من یه دونم شنیده بودم در همه ما میگفت تو مثل کره میمونی چه به مال این وره چه اون وره نو خوبه باز خوبه. مثل کشاورزی که میکنه باغ و هرس با عجل سر بریدم انگار عید قربونه کندم تربونه اون خدنگ دردونت تو چون شاپوری خدنگ دردونت شاپورو میگی خدنگ دردونت. راست میگی آقا خودت باید بیای دیگه زدش دیگه. اینم مال اونه. یه بارم یه دیسپک هم که به چیز داد به خود فدایی داد باز جواب ندید. باز دوباره چیز اومد الان باز دوباره بعد 15 روز بعد دوباره شاپور اومده دیسپک داده. خودش بیاد دیگه بابا اذیت نکن دیگه تو رو خودت بیا تموم کن قضیه رو. میزنم صبونه آمارمو داری پوری یا بشری رش بولوار نه گفت صبونه شاپوری میزنم پوری یا بشری رش بولوار منظری یه ورود ممنوع خطری یه پارک مساوی با پنچری پارک مساوی با پنچری همینه دیگه. خونه ما پارک نکن پنچرت میکنیم. بعدم هم میاد آجی یارو میاد درست جلو در بابا این همه جا برو یه جا دیگه پارک کن. آشغال به ما سر بزن دنبال تیم در بزن. منظورم این نیست که تو کوچه نباید پارک کنه. میگم تو کوچه پارک کنه مشکل نیست ولی جلوی در میدونی مثلا شاید بخوای ماشین رو رد کنی باید بری یه ساعت دنبال یارو بگردی بیاد ماشینشو بردار تا ماشین خونه بیاری بیرون واسه یعنی اون مثلا اینور مشکل نیست. در آشغال به ما سر بزن آدرس ها حتی دم در
آشغال به ما سر بزن هیکل و گندنی ولی کل خر ما ایرانیم به ما سر وای کجا داره کپی رایت میخوره ما ایرانیم آشغال به ما سر بزن بذار چند تا کامنت های دیگه شو بخونیم بال سرو خشن باشه حاج بوری حرف نداریم بزنیم ممنون از کسایی که ما رو تو این ختم یاری کردن صاحب خدا چی؟ ما به خدا ایمان داریم برد با دست خداست گادپوری وسیله از آمارمو داری پوریا بشیری بولوار منتظر یک پارک مساوی پنچریه بچه راش باخت نمیده نماز شب چی؟ نماز وحشت یاد نرود همانا اصل جنایت بر ما واجب شده است یا یکی هم گفت چی گفت؟ گارسون خوبی بود خدا بیامرزه آقا دیگه گفتن دیگه فدایی نه قبه کردی عبس درد سر آشغال به ما سر بزن دنبال تیم در به در آشغال به ما سر بزن کی بود میگفت آشغال به ما سر بزن پاپولوژیست بود میگفت ما تو بابا نه ما تو کجاییم آشغال به ما سر بزن به ما سر بزن آدرس حتی دم در آشغال به ما سر بزن کپی رایت نخوریم هیکل و گندنی ولی کل خر همه آشغال به ما سر بزن فیلمت میاد بدون پرده سبز منظورش با هوش مصنوعی استفاده نمیکنه فیلمت واقعا میاد مستند نشونت میدی چیز دیگه ننوشتم بعضی کامنت ها باحال داجی بدون میکس مستر چقدر تمیز در اومده آره واقعا قشنگ عمر دست خداست اینم که بریم تیکه آخرش آره دیگه تمام شد آره خودش باید بیاد این قرار جواب بده به نظر خودش باید بیاد نه اسمش چیه نه اینکه شاپور بیاد جواب خودش بیاد دیگه یه چند تایی رفتن یه چهار تا دیسین داد 4 تا دیسون داد معلوم شد کی برنده است الان دیگه خودش باید بیاد تو داستان دیگه خودش بیاد دیگه تمومش کن اذیت نکن جون مادرت اذیت نکن بیا تمومش کن به خدا اینا بتونه هم بیفتن ببین یک حالی میده این دو فدای و گادپوری این دوتا با هم دیگه میده معلوم میشه دیگه آقا تا نسل 4 قوی تر یا نسل 2 نسل فدای نسل 2 دیگه معلوم میشه کی میزنه دیگه خدا میشه امیدوارم که خود فدایی بیاد و اینکه ممنونم اینکه ویدیو نگاه کردید میدونم زیاد پاس داشت دیگه همینه دیگه چیکار کنم کپی رایت بخوره تو میخوای جواب بدی ولی برای آدمتون گم که نگاه کردین عشقی ساب کنید مشتیا و اینکه کاورم که هست دیگه تابلو دیگه تا دیدار دیگر بدرود